چرا داری که لباسای شیطان پرستی بپوشی؟ شما چه جور مسلمونی هستی؟ خب که من گردنبندم روش نوشته خدا، نوشته این یه وجب خاکو میبینی جونمونم واسش میدیم، این زیرش هم پرچم ایرانه. کدوم اینا الان شیطان پرستیه؟ البته سوالی که در مورد مطرحه ها، من سوالا رو با در میون میذارم. خب حالا من نمیتونم از اونایی که از سوال پرسیدم ببخشید، بپرسم. هر احمقی هر سوالی پرسید که شما نباید بپرسید. این یک اشتباه متاسفانه ما ایرانی‌ها همه چی اشتباه میزنیم، به خاطر اینکه بزرگترهای ما اکثرا به جای اینکه به ما یاد بدن ما رو تنبیه کردن، به جای اینکه به ما بگن آقا این کاری که داری اشتباه میزنی، ما رو اشتباه زدن. خب حالا شما وقتی بدونی یک سوال اشتباهه، این سوال رو اصلا مطرح نمی کنی، زشته. من ممکنه خیلی ها ممکنه به من گفته باشن تو معتادی، من دیدمت نباید بگم آقا تو معتادی یا نه. خودم عقل دارم، اول میبینم نه خیلی بچه سالمی هستی، خیلی خوش رنگ و رویی، پس این سوال رو از شما نمیپرسم.